ریشه‌یابی یا ریشه تراشی. نقد کتاب ما چگونه ما شدیم. ریشه‌یابی علل عقب ماندگی در ایران. دکتر احمد سیف. نویسنده کتاب ما چگونه ما شدیم، ریشه‌یابی علل عقب ماندگی در ایران، بیگمان آدم رشیدی است و بسیار هم با جرأت و با شهامت. به خودی خود چنین شهامتی عیب و ایرادی ندارد و بعید نیست گاه مفید هم باشد. اما نکته این است که وقتی نویسنده‌ای بتواند در لابلای یک کتاب 400 صفحه‌ای علل عقب ماندگی در ایران را در گستره تاریخ ریشه یابی کند و به علاوه مجموعه گسترده و حتی بسیار پراکنده‌ای از دستاوردهای فکری بشریت را در یکی دو قرن گذشته تحت عباراتی چون حرفهای تکراری، فرضیات دایجان ناپلئون، تحلیل‌های خیالی هم فاقد ارزش اعلام کند، آنگاه روشن نیست در کارهای پژوهشی بعدیش باید خدمت کدام دسته از دستاوردهای بشری برسد. به واقع برای کارهای بعدی چه باید بکند؟ پیش از هر چیز بگویم که نویسنده البته حق دارد نسبت به هر کس و هر نظریه و نگرشی دیدگاهی انتقادی داشته باشد و بر هر کس و هر نظری انتقاد بنویسد. ولی اگر می‌خواهد جدی گرفته شود، باید قبل از هر چیز موضوع نقدش را بشناسد و از آن مهمتر، اندیشه منضبط و منظم داشته و در بیان نظریات دیگران، یعنی آنچه به نقد می‌کشد، صداقت داشته باشد. از آن گذشته حداقل شناختی از روش شناسی علمی، یعنی حداقل شناختی از شیوه‌های پذیرفته شده تحقیق علمی نیز ضروری است و پیشنگاره این دو پیش شرط البته این است که نویسنده به جد بخواهد خدمتگزار هر چند ناچیز حقیقت باشد. و اما برای روشن شدن حقیقت لازم و ضروری است که نویسنده در برابر خویشتن خویش احساس مسئولیتی عمیق و تام و تمام داشته و با خویش صادق باشد. آیا در مورد این کتاب و یا نویسنده‌اش میتوان چنین گفت؟ بیگمان نویسنده چنین ادعایی دارد. هدف عمده این نوشته کوتاه وارسیدن همین نکته است و بدون هیچ ادعایی نقد همه آنچه در این کتاب آمده نیست. برای وارسیدن همه آنچه در این کتاب آمده است، باید کتابی به همین حجم نوشت و چون این کاری فرصتی بیشتر می‌طلبد که دریغا فراهم نیست. ابتدا به ساکن می‌خواهم درباره عنوان فرعی کتاب کمی مکث کنم. ریشه‌یابی علل عقب ماندگی در ایران بدون تردید موضوع بسیار مهمی است. ولی این عنوان را بگذارید در کنار این سخن درست که آیا بدون شناخت درد میتوان به درمان پرداخت؟ البته که نه. و بعد این دو را بگذارید کنار این پاسخ نامعقول نویسنده به یک انتقاد که تعمداً تعریفی از عقب ماندگی ارائه نداده است، زیرا نیازی به چنین تعریف و توصیفی نیست. آن هم با این ادعا که در ذهن خواننده برای بسیاری از مفاهیم سیاسی و اجتماعی یک معنا و ادراک اولیه وجود دارد که نیاز به تعریف را منتفی می سازد. و بعد این داستان دلکش را می گوید که اگر خواننده در جمله‌ای بخواند که فلان کشور آفریقایی عقب افتاده است، تصویری در ذهنش از عقب ماندگی وجود دارد و استنباط او از این گزاره در قالب همان تصویر صورت خواهد گرفت که درست هم هست. و اما آنچه از این میان سر بر می آورد ساده انگاری و مسئولیت گریزی نویسنده است و از آن بدتر اگر درکش از عقب ماندگی همین است که به این ترتیب به نمایش می‌گذارد، پس ظاهراً نمی‌داند درباره چه پدیده‌ای دارد ریشه یابی می‌کند. و وقتی آدم درد را به درستی نمی‌شناسد، ریشه یابی آن درد ناشناخته نیز قلابی می‌شود و بیفایده. این روایت که خواننده می‌داند و آن تصویر درست هم هست، بدون ارائه تعریفی از عقب ماندگی، ادعای بی ربطی است که به دشواری میتوان جدی گرفت. ادراک اولیه در هیچ زمینه‌ای نیاز به تعریف را منتفی نمی‌سازد تا چه رسد در این حوزه که اگر نویسنده بداند
این همه بحث و جدل در جریان است و در 40-50 سال گذشته اگر نخواهیم دورتر برویم در جریان بوده است. و اما چرا نویسنده تعریفی از عقب ماندگی به دست نمی دهد؟ به اعتقاد من دلیل اصلیش این است که ارائه تعریف از این یا هر پدیده دیگر معمولاً کمی دست و پاگیر است. چون تعریف در بطن خیش حامل محدودیت هایی است. یعنی نویسنده دیگر نمیتواند مربوط و نامربوط زمین و زمان را به هم بدوزد. باید مباحث ارائه شده در چارچوبی منطقی و مستدل قرار گیرد و نویسنده و تحلیلگر باید به تعاریف خیش وفادار بمانند. و همه این کارها البته به ذهنی منضبط نیازمند است. در عین حال وقتی موضوع یک پژوهش تعریف نمی شود، در آن صورت همه چیز نامربوط هم مربوط به نظر می آید و این به نظر آمدن اما واقعیت را تغییر نمی دهد. چرا که نامربوط همیشه نامربوط است. در نبود تعریف معیار و محک سنجش چه می شود؟ برای روشن شدن مشکلاتی که از نبودن تعریف ریشه می گیرد، این دو ادعا را با هم مقایسه می کنیم. کره شمالی عقب مانده است و بعد عربستان سعودی عقب مانده است. اگر نویسنده ادعا کند در ذهن خواننده با ادراک اولیه تصویری از عقب ماندگی شکل می‌گیرد که درست هم هست، آنگاه و بلا فاصله باید گفت که این نویسنده گرامی ماست که نمی‌داند درباره چه پدیده‌ای دارد قلم می‌زند و اگر عقب ماندگی را تعریف نکنیم بر اساس آن ادراک اولیه چاره‌ای نداریم که کره شمالی و عربستان سعودی را همسان و همتراس فرض کنیم که بدون تردید غلط است. و اگر نکنیم در نبودن تعریف چه کنیم؟ خلاصه کنم. با فقدان تعریف روشن نیست که قصد و غرض نویسنده به راستی چیست. این مایه ایشان کیست؟ چه مختصاتی دارد که نباید داشته باشد و چه ها ندارد که میباید داشته باشد؟ بدون تعیین این جزئیات البته که میتوان کلیگویی کرد و من بر این عقیده‌ام که کار ما از این گونه کلیگویی ها به واقع گذشته است. نویسنده به راستی درباره چه دارد ریشه یابی می کند؟ این عقب ماندگی سیاسی است یا اقتصادی یا فرهنگی است و یا اجتماعی و یا ترکیبی است از اینها و تازه از کدامشان؟ عقب ماندگی به عنوان مفهوم کلی و مجرد وجود ندارد تا ریشه یابی شود. اکنون میپردازیم به ریشه یابی نویسنده و داستان مفصل ترش را خواهیم شنید. ولی جای گفتن دارد که نویسنده به خاطر همین ذهنیت غیر منضبط درباره مسائل و موضوعاتی قلم میزند که درباره‌شان نه به جد اندیشیده است و نه به واقع مطالب دندانگیری میداند. سند ما نیز آن چیزی است که در این کتاب نوشته است. بد نیست نمونه ای ارائه کنم. 2 فصل اول کتاب بنا به وعده نویسنده نه فقط بازنگری این دیدگاه یعنی مارکسیسم به عنوان شروع کار ایشان است، بلکه در فصل بعدی خواهیم شنید که تحلیل مارکسیسم از روند تحولات اجتماعی و سعی در استفاده از این الگو در تبیین پدیده‌ها عقب افتادگی در جامعه‌ای همچون ایران ما را با چه مشکلات و نارسایی‌هایی مواجه می‌سازد. و اما آنچه در این فصل می آید به همه چیز مربوط می شود غیر از آنچه باید بشود. اولا قبل از هر چیز بگویم و بگذارم که غرض نه دفاع از این مکتب خاص نظری بلکه اشاره به ضعف نگرش نویسنده محترم به شیوه تحقیق و به تاریخ به طور کلی است. آقای نویسنده که می‌خواهد نارسایی تحلیل مارکسیستی از عقب ماندگی را نشان بدهد نه فقط به هیچ یک از منابع کلاسیک مارکسیستی اشاره ای ندارد، بلکه در پیوند با عقب ماندگی نیز به هیچ مقاله و کتابی که در دهه گذشته نوشته شده باشد مراجعه نکرده است. گذشته از آن به نظر می رسد که نویسنده با نوشته‌های استادان صاحب نام و سرشناس مسائل مربوط به توسعه و عقب ماندگی برای نمونه استرتین، فرانکو سیرژ، سینگر، چنری، رانیس، لوئیس، میردال، بارن، تودارو و خیلی های دیگر هم آشنا نیست. بنابراین چگونه میتوان درباره عقب ماندگی ریشه یابی کرد؟ برای من روشن نیست.
عمده‌ترین منبع نویسنده در نوشتن این فصل مهم جزوه درسی استاد فقید حمید عنایت است که اگر برداشت نویسنده از آن درست باشد، آنچنان تعریف بیدر و پیکری از فئودالیسم به دست می‌دهد که گرهی از کار کسی باز نخواهد کرد. بر اساس این تعریف، نه فقط ایران بلکه همه کشورها در طول تاریخ ماقبل قرن 19 در آن جای می‌گیرند. یعنی 5 شرط زنده یاد حمید عنایت در خصوص یک جامعه فئودالی به واقع در مورد همه جوامع پیشا سرمایه سالاری صادق است. حالا بماند که شرط اول شکل اصلی تولید کشاورزی باشد نیز درست نیست، یعنی تا برآمدن نظام سرمایه سالاری در همه جوامع از عهد عتیق تا قرن 18 و 19 این شرط وجود داشته است. ولی جالب است که نویسنده با تکیه بر این تعریف نادرست از فئودالیسم که به غلط آن را به مارکس نسبت می‌دهد، نتیجه می‌گیرد که نه تنها در عرض قرون وسطی در ایران چنین روابطی حاکم نبوده، بلکه قبل و بعد از آن هم چنین ساختار اجتماعی در جامعه ما وجود نداشته است. تا کمی بعد درباره ایران می‌نویسد از آنجا که کشاورزی پایه اقتصاد را تشکیل می‌داده است و به علاوه سرتاسر کتاب بر این دلالت دارد که آن شروط دیگر نیز در ایران وجود داشته، پس با توجه به آنچه خود نوشته و بر اساس تعریفی از فئودالیسم که خود مطرح نموده است، روشن نیست چگونه میتوان به نتایجی که رسیده اند رسید و کاربرد فئودالیسم را درباره ایران نادرست اعلام کرد. علت این دست سهلنگاری ها به اعتقاد من این است که نویسنده درباره آنچه می نویسد احساس مسئولیت نمی کند و به همین دلیل هم هست که این کتاب سرشار از ادعاهایی است که به دشواری می توان آنها را جدی گرفت. برای مثال می نویسد ظهور مارکس و اندیشه هایش در نیمه دوم قرن 19 باعث شد که در ایران هم بسیاری از روشنفکران، نویسندگان و مورخین مدرن به سمت آرای او متمایل شوند. سوال این است که در قرن 19 1001 متفکر و اندیشمند دیگر هم ظهور کرده بودند. متفکرانی که نوشته‌هایشان به آسانی در دسترس همگان بود و خواندن کتاب و نوشته آنها در دوره پهلوی‌های پدر و پسر زندان و شکنجه نیز در پی نداشت. چه شد و چه پیش آمد که به قول نویسنده ایرانیان به سمت آنها متمایل نشدند؟ ممکن است بد و بیراه گفتن به مارکس و تفکر چپ برای عافیت طلبی مناسب باشد. ولی با پراکندن باورهایی از این قماش، ادعاهای کوشش برای درک اینکه ما چگونه ما شده ایم، نه فقط کمی زیاد است که خام و ناسنجیده نیز هست. واقعیت این است که نویسنده اگرچه درباره فئودالیسم قلم فرسایی می کند، ولی درباره این ساختار چیزی که قابل توجه باشد نمی داند. از سوی نویسنده محترم اگرچه عزم خود را جزم کرده است تا نادرستی تحلیل مارکسیستی را نشان بدهد، ولی نمی داند مارکس و دیگران از جامعه فئودالی چه درک و برداشتی داشتند و نه برای ایشان مهم است که نمی داند. و چون این را نمی‌داند، تعجبی نیز ندارد که با بکار گرفتن تعاریفی قائم به شخص نویسنده درباره این مقوله ها قلم پردازی می کند. برای نمونه در یک جا می نویسد فی‌الواقع آنچه به نام فئودالیسم معروف شده در حقیقت ساختار قدرتی بود که به تدریج از اواخر قرن 9 و عمدتاً هم در تکه غربی اروپا شکل گرفت. این که چه کسی چنین میگوید روشن نمی شود. با این وصف در جای دیگر ادعا می کند که در مجموع می توان شالوده روابط اجتماعی یک جامعه فئودالی را در 2 محور اصلی خلاصه نمود. محور اول عبارت بود از روابط بین یک فئودال و رعایایش و محور دوم روابط بین فئودال و پادشاه. کمی بعد که کارکرد غالب فئودالیسم را برای ایران درست نمی‌داند، می‌نویسد از جمله مهمترین تفاوت‌ها اختیارات حکومت و تفاوت بنیادی دیگر در مسئله مالکیت بر زمین است. و ظاهراً خودشان یادشان نیست که 2 محور اصلی که پیشتر پیش کشیده بودند
مسئله مالکیت زمین را در بر نمی گرفت و معلوم نیست چه شد و چه پیش آمد که این نکته به ناگاه این همه اهمیت پیدا کرد. باری با همه دشنامی که به هر کس و همه کس می دهد، این کتاب برای عقب ماندگی ایران 2 عامل می شناسد: حمله مغول‌ها و کمبود باران. بسیاری از مسائل فرعی‌تر یا نتیجه حمله مغول‌ها بودند و یا در پیوند با کمبود باران قابل تبیینند و این شیوه هرچه باشد ریشه یابی نیست. نام واقعی ترش علت تراشی است. نه برای پرتو افکندن که در ذات علت تراشیدن نیست، بلکه برای خاک پاشیدن بر چشمها و دلهایی است که با صداقت تمام تشنه دانستنند. همین. خواندن این کتاب مرا به یاد داستانی می اندازد که به ذکر می ارزد. در سالهای اولیه 1970 که قیمت نفت بالا رفته بود، در یک مصاحبه تلویزیونی برنامه پانوراما در شبکه BBC از شاه سابق ایران خواستند که برای تخفیف فشارهای تورمی قیمت نفت اوپک را کنترل کند. شاه سابق بی ارتباط به پرسش گفت: بارانتان را به من بدهید. از آنجا که شاه واژه رین یعنی باران را شبیه به رین یعنی سلطنت یا حکم روایی تلفظ کرده بود و از آن مهمتر پاسخ شاهانه به پرسش ربطی نداشت، مصاحبه‌گر که کمی گیج و منگ شده بود ناباورانه پرسید: اعلیحضرت چه فرمودند؟ باران؟ شاه سابق هم بدون اینکه خم به ابرو بیاورد ادامه داد: در کشور من باران کم است و ما مجبوریم به نفت متکی باشیم و باقی قضایا. در آن سالها نمیدانستیم که شاه انگار چیزهایی میدانست که افرادی چون این نویسنده محترم از آن کاملا بیخبر بودند. باری با ادعاهای شدید و غلیظی که نویسنده در رد نظر هر کسی که درباره توسعه نیافتگی و استعمار قلم زده به کار گرفته است، خواننده به واقع حیرت می کند وقتی می بیند همه ریشه یابی نویسنده برای باز کردن این گره کور عقب ماندگی ایران به کمی باران خلاصه می شود. بعد در کنار این عامل، اگرچه به روی هر کسی که به استعمار و عامل خارجی اشاره کند شمشیر می کشد، ولی اگر عامل خارجی حمله مغول‌ها باشد، این می شود ریشه یابی عقب ماندگی یا به ادعای نویسنده نگاه از درون. خیر، وقتی تاریخ چندین قرنی ایران با همه بد و خوبش و بالا و پایینش بازیچه سخاوتمندی یا خساست ابر می شود و یا حمله مغول‌ها در 7 قرن پیش، این هرچه که باشد ریشه یابی نیست. برخوردی منفعلانه است به شرایط اقلیمی از یک سو و نشانه نگرشی است مسئولیت گریز از سوی دیگر که معلوم نیست برای سالهای پایان قرن 20 و اوایل قرن 21 حلال کدام مشکل ما میتواند باشد. اگرچه حمله مغول‌ها فاجعه‌ای بس عظیم برای ایران بود، ولی نویسنده محترم در نظر نمیگیرد که متفقین فقط 50 سال پیش ژاپن را با بمب‌های اتمی و ابزارهایی به مراتب مهیب‌تر از آنچه در 700 سال پیش وجود داشت با خاک یکسان کردند و امروز تنها نیم قرن بعد این کشور به تایید همگان پرتوان‌ترین قدرت اقتصادی جهان و در زمینه‌های علمی و پیشرفت تکنولوژیک نیز سرآمد همگان است. پس داستان عقب ماندگی ما را به کمبود باران و یا به آنچه در 700 سال پیش و حتی کمی فراتر در 1000 سال پیش اتفاق افتاد نسبت دادن مضرترین شیوه علت تراشی و مسئولیت گریزی تاریخی است. یعنی برخلاف همه ادعاهای نویسنده، حد اکثر موفقیت ایشان در این است که برای مای ایرانی یک عامل خارجی بی خطر پیدا کردند و از آن گذشته اگر مسئله اقلیمی به صورتی که ایشان می نویسد تعیین کننده بوده باشد، دیگر چگونه میتوان و میپرسم چرا باید مستبدان حاکم بر ایران و در واقع همه ساختار سیاسی و فرهنگ ایران
در طول قرون را به پای میز محاکمه کشاند و از آنها حساب پس گرفت. به گفته ایشان این جماعت نتیجه طبیعی اوضاع حاکم بر ایران بودند. این که نویسنده به غسل تعمید استعمار دست زند یا نزند به خودشان مربوط می شود. ولی نتیجه گیری اساسی و در عین حال مرتجعانه‌ای که از این بررسی سر بر می آورد این که ما ایرانی لایق و سزاوار هر آنچه هایی بوده ایم که داشته ایم و معلوم نیست که اگر چنین شیوه علتیابی مقبول باشد چرا برای مثال اکنون باید بتوانیم برای نمونه یقه همین حکومت کنونی من را بگیریم و از دولت مردان گزارش کار بخواهیم و یا آنها را به زیر ذره‌بین نقد ببریم. حتی در 150 سال گذشته در طول حکومت قاجارها و پهلویها از آن سلاطین مستبد چه انتظاری و از آنها چه شکوه‌ای که هم کمبود آب را داشتند و هم این که میبایست با پیامدهای هجوم مغول در 7 قرن پیش سر می‌کردند. نویسنده با شیوه تحقیق و با تاریخ یکسره بیگانه است و ذهنیتی آشفته اندیش و برخلاف همه شعارهایی که در دفاع از آزادی و دموکراسی می‌دهد مستبد سالار دارد. نه در برابر خیش احساس مسئولیت می‌کند و نه در برابر خوانندگان و نه در پیشگاه علم و به خصوص تاریخ نگاری. اگرچه گوهر اصلی و اساس کتاب گرته‌برداری بسیار ناشیانه‌ای از کتاب استبداد شرقی ویتفوگل است که همانند ایشان جوامع شرقی را بنا شده بر آب می‌دانست، ولی در ناسزاگویی غیر انتقادی به آنچه تفکر چپ مینامد حد و مرزی نمی‌شناسد. و چون اندیشه خام و پریشان دارد و چون شیوه تحقیق نمی‌داند و با مفاهیم ابتدایی تاریخ و اقتصاد و جامعه شناسی آشنا نیست، در نمی‌یابد که حتی اگر ادعانامه‌اش هم درست باشد، ضدیت با غرب نه با چپ در ایران شروع شد و نه در هیچ مقطعی در انحصار چپ قرار داشت. متاسفانه ایشان نمی‌دانند که ضدیت با استعمار نیز در سطح جهان و ایران نه با چپ شروع شد و نه در انحصار چپ قرار داشت. به علاوه طبقاتی دیدن جامعه نیز برخلاف آنچه نویسنده به غلط مدعی می شود نه با مارکس آغاز شد و نه در انحصار او بود. ولی چه می توان کرد؟ نویسنده عالی مقام ما در جامعه‌ای قلم می‌زند که به قول استاد حسین عظیمی ساده اندیشی در عرصه اندیشه عمده‌ترین آفت فرهنگی آن است. اگرچه مدعی است که با چاپ نظر مخالفین نوآوری دیگری نیز کرده است و اگرچه به روی دستاوردهای فکری بشر در بیش از 1 قرن گذشته که در ضمن پرباری حیرت انگیزی هم داشته است، تحت عناوینی چون پندارهای رنگ و رو رفته مارکسیستی استانیلیستی پرجای مانده از ادبیات سیاسی و جهانبینی حزب توده و یا این تحلیل رنگ و رو رفته و ورشکسته همیشگی، کلیشه های رایج، حرف های تکراری، فرضیات دایجان ناپلئونی و تحلیل های خیالی شمشیر می کشد و اگرچه با خودشیفتگی گمان می کند آنچه نوشته است ادعی را از خواب پرانده است و اگرچه به دفعات به نوآوری‌های خود می‌بالد، ولی در عین حال با اشاره به فروش کتاب و بحث‌های در گرفته در حول و حوش این کتاب از فروتنی هم دست بر نمی‌دارد و این در حالی است که خودش هم قبل از هر کس می‌داند که راست نمی‌نویسد. هنوز هم فکر می‌کنم اشتباهی صورت گرفته و الا نه من چیز مهمی نوشته‌ام، نه کشفی کرده‌ام و نه یک نظریه جدید ارائه دادم. با این همه پر واضح است که طرح چنین ادعایی، این که ما اساساً در هیچ مقطعی از تاریخ ایران نظام فئودالیسم نداشته ایم، یقیناً با واکنش تندی مواجه خواهد شد. نویسنده یک کتاب همانند نویسنده این نوشتار هنوز دانش آموز دبستان و دبیرستان بودند که استاد فقید خنجی و استاد احمد اشرف در پژوهش‌های خیش این چنین ادعا کرده بودند. حتی در اوایل سالهای 1980 استاد کاتوزیان به همین مقوله پرداخت.
از آن گذشته، نویسنده محترم اگر ذهنیتی به نسبت آزادتر داشت و برای رد مارکس، یعنی هدف 2 فصل اول کتاب خود، به نوشته‌های او و یا انگلس نیز مراجعه می‌کرد، می‌دانست که مارکس و انگلس در 140 سال پیش چنین نوشته بودند. پس بالا غیرتاً این نوآوری را دیگر به حساب خود واریز نفرمایند که از انصاف به دور است. تفاوت در این است که این استادان می‌دانستند درباره چه مقوله‌ای قلم می‌زنند و نویسنده محترم کتاب به وضوح چنین دانشی ندارد. میگویم نویسنده ذهنیتی مستبد اندیش دارد، چون تنها مستبدینند که اگرچه خودشان از 7 دولت آزادند که هرچه دل تنگشان می‌خواهد بگویند و بکنند، ولی نقد را علیه خود می‌بینند و از آن به عنوان دعوا نام می‌برند. میگویم نویسنده صادق نیست، چون اگرچه شکوه می‌کند که ناقدی در 350 صفحه این کتاب نکته مثبتی ندیده است، ولی خودش در تصویری که از دستاوردهای فکری چپ اندیشان و بسیار کسان دیگر در 150 سال گذشته ارائه می‌دهد، تنها زشتی می‌بیند و توطئه پنداری. حالا بماند که برای نویسنده حقیقت جوی ما، چپ از استالین و حزب توده شروع و به همان 2 نیز ختم می شود. میگویم نویسنده صادق نیست، چون اگر نگران حقیقت بود، از زبان معاندان عقیدتی خیش که به باور این جماعت بسیار گسترده و پراکنده اند نمی نوشت. جامعه ما هیچ مشکلی برای پیشرفت و ترقی نداشت و بسی هم پیشرفت و ترقی کرده بود و مثل ساعت مرتب و منظم به جلو می رفت. و پس آنگاه دریایی گندناک از لجن را بر سر و روی همگان می پاشد که به تحلیل ایشان انتقاد نوشتند. پرسش این است که کدام نویسنده و یا محقق ایرانی چپ و راست و میانه چنین ادعایی کرده است؟ منبع این ادعای نویسنده کدام کتاب و یا مقاله است؟ و در این پیوند است که نه فقط استاد رواسانی انشانویس و شعاری می شود، بلکه دیگران در انشانویسی و شعاردهی گوی سبقت را از آقای رواسانی نیز ربودند. و جالب است که بعد شکوه می کنند که ما چرا در ایران فرهنگ نقد نداریم. با این شیوه نگرشی که خود ایشان در این کتاب عرضه می فرمایند، چرا باید نقد داشته باشیم؟ همینجا بگویم که من نه با نظریات آقای دکتر رواسانی تمام و کمال موافقم، در واقع با اغلب نظریات ایشان موافق نیستم، و نه با دیدگاه‌های استادم کاتوزیان و نه با دیدگاه‌های دیگر منتقدان محترم این کتاب. ولی اگر خواهان وارسیدن حقیقت هستیم، پس حد و مرزها را بشناسیم. فرهنگ نقد با ناسزاگویی غیر انتقادی ریشه نمیگیرد، یعنی در هیچ جای جهان نگرفته است. به علاوه احترام به همسان اندیشان که هنری نیست. در واقعیت زندگی این خصلت برجسته هر مستبد و دیکتاتوری است. احترام و پایبندی عملی به دموکراسی و آزادی از احترام به عقاید کسانی که با آنها همسویی نداریم جدایی ناپذیر است. میگویم نویسنده روش تحقیق نمیداند و با تاریخ یکسره بیگانه است، چون اگرچه تحقیق تاریخی می کند ولی ظاهرا نمیداند هرچه در کتاب تاریخی بیاید و یا در فلان و بهمان سند دست نوشته ثبت شود سند تاریخی ندارد. چیزی به نام تعقل تاریخی هم داریم، یعنی مورخ باید ذهنیت حقیقت جو و نقاد خود را به کار بگیرد و از میان اسناد تاریخی آنچه برای درک درست‌تر از سیر تحولات تاریخی لازم است، نه برای جا انداختن انگاره و گمان شخصی، به شیوهی منطقی و سنجیده ارائه نماید. اجازه بدهید این نکته را کمی بشکافم. اگرچه نویسنده می‌خواهد مخروط را وارونه نماید، ولی حد اعلای کارش این می شود که به جای استعمار که به قول ایشان یک عامل خارجی است، یک عامل خارجی دیگر، حمله مغول‌ها بسیار عمده می شود. روغن این آش آنقدر زیاد می شود که به واقع برای سلامت فکر مضر می شود. مرو 2 بار توسط مغولان مورد قتل عام قرار گرفت. بار اول 700,000 نفر و به گفته یکی دیگر 1,300,000 نفر به قتل رسیدند.
در هرات نیز 1,400,000 و بنا به روایتی 2,400,000 نفر را کشتند. نیشابور سرنوشت تلختری داشت و 3 بار مورد کشتار سنگین قرار گرفت. تنها در بار سوم 1,747,000 تن از دم تیغ گذشتند. در ری 700,000 نفر و در بغداد نیز 800,000 تن را کشتند. و ادامه می دهد که اگرچه این ارقام می تواند اغراق‌آمیز باشد، ولی مورگان نوشته است که به هر حال این ارقام می تواند کم و بیش درست هم باشد. و اما ایراد در چیست؟ درباره نیشابور نویسنده فراموش می کند که اصل روایت این است که در کشتار سوم نیشابور 1,747,000 مرد را سر بریدند. اگر به وجود همین عده زن هم قائل باشیم و اگر در عین حال بپذیریم که به همین عده هم کودک وجود نداشت، یعنی میانگین یک فرزند برای یک زوج، در آن صورت جمعیت نیشابور در زمان کشتار سوم رقمی می شود نزدیک به 6 میلیون نفر و این تاریخ نگاری نیست، قصه پردازی عوام فریبانه است. مگر تهران در 700 سال بعدش این همه جمعیت داشت که نیشابور در قرن 13 داشته باشد؟ مگر در هیچ نقطه ای از کره زمین شهری در قرن 19 این همه جمعیت داشت؟ غذای این همه جمعیت از کجا و چگونه می آمده است؟ این جمعیت میلیونی در شهرها چه می کردند؟ نظامهای حقوقی و سیاسی اینچنین شهرهای عظیمی چگونه بود؟ تازه با این همه جلال و جبروت، مغول‌ها و دیگر اقوام و قبایل چگونه توانستند با ایران آن روز آن کنند که کردند؟ و اما نویسنده می‌کوشد علمی برخورد کند. اول میگوید در حمله چنگیزخان 700 واحد اسب وجود داشت که هر واحد شامل 1,000 رأس اسب بوده است. بلافاصله معلوم نیست بر چه اساس تخفیف می‌دهد و می‌نویسد به نظر می‌رسد 100,000 رأس اسب در لشکرکشی‌های صحرانشینان رقم کاملا معمولی بوده باشد. 145 تأکید را افزودم. بعد علوفه مورد نیاز روزانه را محاسبه می کند و بعد از کش و قوس بسیار نتیجه می گیرد که برای حمل علوفه 1 ماهه این تعداد اسب به حدود 100,000 شتر هم نیاز بوده. خب باشد، ولی غذای این همه شتر از کجا می آمده است؟ البته سربازان مغول با 24 میلیون گوسفند و بز و حدود 4 میلیون رأس اسب در ماوراءالنهر و خراسان در حرکت بودند. فرض می‌کنیم که 24 میلیون گوسفند و بز در مزارع می‌چریدند. ولی اگر میانگین علوفه مورد نیاز برای 150 تا 200,000 رأس اسب در روز 1200 تن و نه 1000 تن و در ماه معادل 36,000 تن و نه 30,000 تن باشد، پس به 120,000 نفر شتر نه 100,000 نفر نیاز می بود. پس علوفه 1 ماهه 4 میلیون رأس اسب بنا به روایتی که نویسنده به دست می دهد 720,000 تن می شود که حملش به 2,400,000 نفر شتر نیاز دارد. ایشان می نویسد هر سرباز مغولی 30 رأس گوسفند هم به همراه داشت. البته اندکی بعد این رقم را به 10 رأس تخفیف می دهد. بر مبنای رقم کمتر شده نویسنده اگر به همراه مغولان 24 میلیون گوسفند هم می بود که تعداد سربازان مغولی 2,400,000 نفر می شد که اگر نویسنده بداند درباره چه دارد قلم می زند برای آن دوران کمی بیشتر از بیش زیادی است. آیا آقای نویسنده همین چند سال پیش شاهد نبود که در لشکرکشی آمریکا و دیگر کشورهای غربی به خلیج فارس چه مجموعه ای از پیشرفته ترین وسایل حمل و نقل به کار افتاد تا شمار بسیار کمتری از سرباز را به خلیج فارس روانه کنند؟ مشکل نویسنده اما فقط به شماره اسب و گوسفند و بز و شتر محدود نمی شود. بی‌توجهی در استفاده از اسناد تاریخی به واقع حد و مرزی ندارد. مرویان به واقع چقدر نجیب بودند که پس از سقوط مرو به دست مغولان به هر سربازی 300 الی 400 مروی تحویل گردید که سر از تنهایشان جدا کنند.
در دوره‌ای که نه مسلسل وجود داشت و نه بمب، چرا هیچ کدام از این مرویان به فکرشان نرسید که سربازان مغولی را از پای درآورند؟ چون هرچه سرباز مغولی چابکتر و تیزپر می بود، 300 الی 400 تن مروی می توانستند از پس حداقل یک سرباز مغولی برآیند. البته از بررسی نویسنده در فصل دوم کتاب نیز غافل نمانید. در اقتصادی که به آن صورت تصویر می شود، چگونه پیدایش این شهرهای عظیم امکان پذیر می شود و این تنها یکی از معماهای طرح شده و پاسخ نیافته در این کتاب است. و اما با تکیه بر این گونه شواهد است که نویسنده اگرچه می‌خواست نادرستی معلول نگری و معلول نگاری، وقایع نگاری و به قول زنده یاد اخوان چه و چه ها را نشان بدهد و از آن مهمتر نشان بدهد که علت عقب ماندگی را در عوامل بیرونی دیدن نادرست و گمراه کننده است. یک بار هجوم قبایل آسیای مرکزی در طول سده‌های 11 تا 14 را به عنوان یکی از عناصر زیربنایی این افول مطرح می کند. عامل خارجی، استعمار و امپریالیسم سرمایه سالاری غرب نباشد، قبایل مغولی یا دیگر قبایل اگر بودند، اشکالی ندارد. حالا بماند که وقتی ایران به دوره شاه عباس می رسد، از آن انهدام و افول اثر نشانه ای نیست. به عوض همه سیاحانی که در آن سالها از ایران دیدن کرده اند، از رونق اقتصادی و امنیت راهها سخن می گویند. با این وصف از درون آن اقتصاد شکوفای نظام سرمایه سالاری سربر نمی زنند. در این سالها نیز همچنان کمبود باران را داریم. در ضمن 2-3 قرنی هم بیشتر از انهدام زیرساخت‌های اقتصادی ایران به دست مغولان نگذشته است. ولی به شکل و حالتی که نویسنده در این کتاب مطرح می کند مسئله آفرین نبود. ولی به این سوال، عدم تکامل سرمایه سالاری، نمیتوان با دخیل بستن به حمله مغولها و یا کمبود باران پاسخ گفت. یعنی اگرچه نویسنده به خیال خیش نوآوری کرده و شماری از اندیشمندان ما نیز متقاعد شده اند که ما چگونه ما شدیم، برای اولین بار نگاه به درون افکنده و به جای آنکه علت عقب ماندگی را در معلول سراغ بگیرد، سعی کرده به جستجوی علت اصلی و درونی خودمان بپردازد. این نوآوری و تحول تازه‌ای که در این اثر به وجود آمده، ولی در راستای یافتن و درک علل عقب ماندگی ایران ما همچنان اندر خم یک کوچه ایم. با این همه نویسنده بر این گمان باطل است که کتاب ایشان سعی کرده پس از 200 سال به سراغ سؤال عباس میرزا برود و بپرسد واقعاً چه شد که ما عقب افتادیم؟ اما نه از طریق معلول نگری و بلکه به کمک علتیابی این نگاه به درون و طرح مسئله عقب ماندگی و علت توسعه یافتگی از این زاویه جدید است که اسباب به هم ریختگی تفکر کلاسیکی را که تاکنون رایج بوده است پیش آورده، به آن حد که منتقدین را واداشته آن را غسل تعمید استعمار و یا دفاع از عملکرد تاریخی شوم غرب اعلام کنند. ای کاش نویسنده به 1/10 آنچه که به طور خسته کننده ای تکرار می کند عمل می کرد و به قول خودشان این تفکر کلاسیک را در هم می ریخت و ما هم در این رهگذر می فهمیدیم چرا ما شده ایم. این کتاب اگرچه برای این پرسش جوابی ندارد، ولی سند انکارناپذیری است که ما اگر شیوه دیگری در پیش نگیریم چرا همین ما باقی خواهیم ماند. میگویم نویسنده روش تحقیق نمیداند و صادق نیست، چون اگر صادق بود و اگر روش تحقیق میشناخت، آنگاه نه فقط از زبان معاهدان ایدئولوژیک خود ناراست نمینوشت، بلکه در پیوند با آنچه که مینوشت سند و منبع به دست میداد. برای نمونه، منبع این نظریات که جهان سوم سمبل خوشی می شود و غرب سمبل زشتی و اهریمنی است، کدام کتاب یا مقاله است و در جای دیگر می نویسد طرفداران نظریه استعمار عامل عقب ماندگی نیز نه چندان به ایران پیش از قرون 19 کاری دارند و نه چندان در پی درک علل پیشرفت و ترقی غریبان برمی آیند. از دید آنان این آنان چه کسانی هستند؟
از دید آنان به نظر نمی رسد در جامعه ایران قبل از قاجار مشکلاتی وجود داشته باشد. ارائه تصویری خودپرداخته از دیدگاه‌های دیگران و آنگاه رد آن دیدگاه‌های خودساخته که هنری ندارند، به عکس عین بی‌هنری است. این نکته نیز بماند که نویسنده محترم اگر تاریخ می‌دانست، این را نیز می‌دانست که درک علل پیشرفت و ترقی غریبان، اگرچه به قصد کنجکاوی‌های توسعه نیافتگی ایران در پایان قرن 20 به فرستادن اندیشمندان ما پی نخود سیاه بیشتر شباهت دارد تا اینکه نشانه کوششی جدی و صادقانه باشد برای یافتن راه حل. از آن گذشته نویسنده محترم خود به آنچه از دیگران و برای دیگران می‌خواهد باور ندارد و عمل نمی‌کند. یعنی اگرچه برایشان مهم است که علل پیشرفت و ترقی غریبان را بشناسیم و اگرچه بر این دل می‌سوزانند که قرنها قبل از آن که استعمار پای به ایران بگذارد چراغ علم خاموش گشته بود، ولی خودشان در پایان قرن 20 به هیچ یک از موازین علمی پایبندی نشان نمی‌دهند. در مقدمه کار خود را با بازنگری این دیدگاه مارکسیسم شروع می‌کنند تا در فصل بعدی نشان دهد که تحلیل مارکسیسم از روند تحولات اجتماعی برای وارسیدن عقب ماندگی جامعه‌ای چون ایران چه مشکلات و نارسایی‌هایی به دنبال خواهد داشت. ای کاش نویسنده محترم این خدمت عظیم را از جامعه روشنفکری ایران دریغ نمی داشتند. و اما در پایان قرن 20 آیا این شیوه کار مفید و سازگار است که نویسنده ای 2 فصل از کتابش را به بازنگری دیدگاهی تخصیص بدهد و در موارد مکرر از مارکس سخن بگوید ولی به هیچ کدام از نوشته های مارکس برای نشان دادن انتقادات خیش استناد نکند؟ البته نویسنده حق مسلم دارد که در رد هر دیدگاهی قلم بزند، ولی چگونه است که ایشان به خود زحمت ندادند تا حتی به یکی از نوشته‌های این شخص یعنی مارکس که از دیدگاه نویسنده مسبب این همه کجندیشی و کجفهمی بوده است نظری بیفکند تا بتواند مستدلتر و محکمتر ردیه‌شان را قلمی بفرمایند. نویسنده‌ای که این همه بر فواید درک علل پیشرفت غریبان تأکید می‌کند، آیا دیده، شنیده و یا خوانده است که یک نویسنده غربی به چنین کاری دست بزند؟ نویسنده محترم به واقع از همان ابتدا تصمیمش را گرفته است تا بر نظرگاه مارکسیسم ردیه بنویسد. خب باشد، ولی ای کاش می رفتند و می خواندند و انتقادی آگاهانه می نوشتند که شاید مثمر ثمری می شد و بیگمان ارزش آموزشی داشت. ولی بنگرید که نویسنده محترم ما چه می نویسد. به گفته ی نویسنده، مارکس گراها تضاد طبقاتی را موتور حرکت تاریخ می دانند و ایشان برای اینکه نادرستی این نظر را نشان دهند به ذکر مثال رو می کنند که اتفاقاً خیلی هم خوب است. از قیام‌ها و مبارزات مردم سخن می‌گویند که ممکن است برخی به واسطه ظلم حکام یا سلاطین به وجود آمده باشند، برخی ریشه‌های مذهبی داشتند، برخی دیگر بر سر آب و زمین بودند. در موارد قیام‌ها بر علیه پرداخت مالیات یا خراج بوده است، یا ریشه‌های قومی، محلی و رقابت بین قبایل و طوایف و یا پای اختلافات مذهبی در میان بوده. و اما در قالب مارکسیستی این حرکت‌ها همواره یک گونه تبیین می‌شوند و آن هم در چارچوب مبارزات طبقات محروم و استثمار شده با اربابان و هیئت حاکمی ظالم و استثمارگر. با آنچه خود نویسنده نوشته است معلوم نیست چرا تضاد طبقاتی غلط می‌شود. دعوا بر سر زمین و آب و یا پرداخت و خراج اگر نشانه برخورد و تصادم طبقاتی نیست پس چیست؟ و اما روایت مغشوش نویسنده محترم به راستی انتها ندارد. اگرچه تحلیلی به دست نمی دهند ولی به درستی می نویسند که ما اساساً در هیچ مقطعی از تاریخ ایران نظام فئودالی نداشته ایم. شیوه تولید آسیایی نیز ظاهراً به دلشان نچسبیده است، چون بیشتر در حد یک ایده است. پرسش اما این است که در ایران پس چه داشته ایم؟
مارکسیست ها به قول ایشان تضاد طبقاتی را موتور حرکت تاریخ می دانند که به اعتقاد نویسنده نادرست است. خب قبول. از دیدگاه ایشان تغییرات و تحولات تاریخی به چه دلیل یا دلایلی اتفاق می افتند؟ کسی که می خواهد به جای معلول نگری و معلول نگاری علتجویی و ریشه یابی کند، آیا نباید به این پرسش اساسی پاسخ بدهد؟ برای نویسنده محترم غیر از کمبود باران و حمله مغول‌ها، علل تغییرات و تحولات ایران چه بودند؟ با یادآوری می‌ارزد که با چشم پوشی از مقوله باران، قبایل و چادرنشینی نیز از معادله ایشان حذف خواهد شد. آیا بی‌انصافی می‌کنم اگر بگویم که آقای نویسنده تضاد طبقاتی مارکس را با کمبود باران تاخت زده اند؟ در همین زمینه بد نیست اشاره کنم که نویسنده اگرچه درباره فئودالیسم قلم می‌زند، ولی مشخصات آن نظام را نمی‌شناسد. از سوی می‌نویسد زیربنای اقتصاد در نظام فئودالی بر مبنای تولیدات کشاورزی بود و اگرچه می‌نویسد که در ایران هیچگاه فئودالیسم نداشته ایم، ولی می‌نویسد از آنجا که در ایران کشاورزی پایه اقتصاد را تشکیل می‌داده است. اگر پایه بودن تولید کشاورزی بدون وارسیدن زیربنای مناسبات تولیدی جامعه را فئودالی می‌کند، پس چگونه است که در ایران داستان به صورت دیگری در می آید؟ نویسنده اگرچه در هر فرصتی به مورخین مارکسیست بد و بیراه می گوید، ولی همانند پتروشفسکی و دیگر مورخان مارکسیست روسی برای تاریخ ما فئودال‌های تاجر می تراشد و سپس تضاد ما بین تجار و فئودال‌ها را در ایران انکار می کند و هرگز نیز به ذهنش خطور نمی کند که پیشتر فئودالیسم ایران را رد کرده بود. اگر این رد کردن درست است، پس چرا می بایست ایران مختصاتی شبیه به مختصات اروپای فئودالی می داشت؟ از آن بحث برانگیزتر روایت نویسنده است از مقوله حکومت در ایران. در ایران تکلیف قدرت همواره مشخص بود. اول، وسط و آخر قدرت به حکومت ختم می شد. به صورتی که نویسنده مطلب را ارائه می دهد و به خصوص با کنار نهادن همگان، تنها و تنها شخص شخیص شاه باقی می ماند. ولی مشکل تحلیل نویسنده محترم ما این است که با کنار گذاشتن همگان، قدرت شاه از کجا می آمده است؟ یعنی میخواهم بگویم که اگرچه در کل حرف نویسنده درباره حکومت مطلقه درست است، ولی روغن این نکته درست را آنقدر زیاد می کند که همان سخن درست غیر واقعی و نادرست می شود. زنجیره‌ای از وابستگان و پیوستگان ریز و درشت، از جمله به خاطر منافع خاص طبقاتی، گروهی و قومیشان بود که مجریان بکن و نپرس شاه می شدند. این درست است که در برابر قدرت فائقه شاه، وزیر و گدا در هیچ بودن برابر بودند. این در واقع یکی از عمده‌ترین مختصات حکومت مطلق است. ولی این نیز صحت داشت که همان وزیر در برابر دیگران، البته غیر از شاه، خود مستبدی مطلق بود و هر کاری که دوست می داشت می کرد بدون اینکه به کسی و مقامی پاسخگو باشد. این مخروط استبدادی تا سطح کدخدای ده پایین می آمد. به علاوه حتی شاه نیز برای اجرای آنچه فرمان میداد به حمایت گوشه دیگری از این ساختار نیاز داشت. مثال میزنم، ناصرالدین شاه با همراهی اکثریت شاهزادگان و دیگر درباریان و آقاخان نوری ها و علی خان ها و غیره بود که به قتل امیر کبیر برآمد. نادیده گرفتن آن ساختاری که بود و همیشه نیز در ایران وجود داشت و همه چیز را در آن پوشش واژه گنگ حکومت آوردن، راهگشا و کارساز نیست، چون منشأ قدرت همان حکومت برای آنچه می کرد به صورت معمایی لاینحل در می آید. میگویم نویسنده برخلاف همه ادعاها مسئولیت پذیر نیست و درباره آنچه می نویسد نیندیشیده است. اجازه بدهید مثال بزنم. اساساً در ایران مقوله‌ای به نام حمل و نقل وجود نداشت. حتی تا اوایل قرن 20 حمل و نقل در ایران با استفاده از قاطر، الاغ، شیر، گاری و حد اکثر اسب خلاصه می شد.
به واقع نویسنده می‌خواهد بگوید که سیستم پیشرفته و موتوریزه حمل و نقل نداشتیم، ولی بالکل منکر وجود مقوله‌ای به نام حمل و نقل می‌شود. در جای دیگر مدعی می‌شود که فی‌الواقع در برخی از کشورهای اروپایی از جمله انگلستان مصرف آب مجانی است و در منازل کنتور آب وجود ندارد. به عنوان کسی که نزدیک به 30 سالی می شود در انگلستان زندگی می کند، می گویم نویسنده بی‌دقتی می کند. فی‌الواقع در هیچ کجای انگلستان مصرف آب مجانی نیست و هرگز مجانی نبوده است. آقای نویسنده نبودن کنتور را دلیل بر مجانی بودن مصرف آب می داند که نادرست است. در انگلستان هر خانوار به فراخور موقعیت حق مصرف سالیانه آب می پردازد. با اشاره به این نکات می‌خواهم بی‌دقتی نویسنده را نشان بدهم که اگر در ثبت دیگر نکات نیز این چنین کرده باشد که واویلا. و اما میگویم نویسنده با تاریخ نگاری بیگانه است. دلیل من هم این است که فصل دوم با فصل دوم کتابش جمع شدنی نیست. اگر فصل دوم درست است که فصل سوم نادرست است و اگر فصل سوم درست است که فصل دوم باید دوباره نویسی شود. پس داستانش را بشنویم. در فصل دوم از فقدان یک اقتصاد سراسری سخن میگوید و ادامه میدهد: حداقل نتیجه نامطلوب این گونه خودکفایی در این است که چون تولید کنندگان اضافه تولیدی ندارند، به تبع درآمدی هم پیدا نمی کنند. فقدان درآمد به تبع تولید کنندگان را از دستیابی به دارایی و سرمایه محروم می سازد و فقدان سرمایه به نوبه خود باعث می شود که سرمایه گذاری در امر تولید صورت نگرفته و در نتیجه تولید همواره در یک حالت ایستا در جا زده و پیشرفتی حاصل ننماید. این دور باطل را حتی امروزه هم در ایران می توان مشاهده نمود. همین فصل با گرفتاری‌های دیگری نیز روبروست. پیشتر به اشاره گفتیم که بیشتر این فصل گرته‌برداری ناشیانه ای از استبداد شرقی ویتفوگل است، ولی هیچ جا به او اشاره ای ندارد. به علاوه مفهوم دولت شرقی را نیز از آنتی دورینگ انگلس وام می‌گیرد، ولی اینجا هم به منبع اصلی اشاره ای نیست. با این وصف همچنان به ردیه نویسی خیش بر دیدگاه‌های مارکس ادامه می‌دهد. به نظر نویسنده مارکس و مارکسگراها تاریخ جوامع شرقی را از همان اساس نادرست فهمیدند، چون از دیدگاه نویسنده مسیر تحولی به این قرار بوده است: در غرب تولید، تضاد، دولت و در شرق دولت، تهیه و توزیع آب و تولید. نویسنده یک کتاب انگار نمی‌داند که اگر تولیدی نباشد، یعنی تصویری که ایشان از جوامع شرقی به دست می‌دهند، مازادی هم نیست تا در تهیه و توزیع آب سرمایه گذاری شود تا در پی آن تولید به راه بیفتد. به عبارت دیگر، ایشان داستان پیدا شدن دولت را در هوا رها کرده اند و با توجه به اهمیتی که مقوله دولت در نوشته ایشان دارد، معلوم نیست بر سر بقیه ادعاهای ایشان چه می آید. به اعتقاد من نتیجه نخواندن اغلب آنچه نوشته‌اند و یک خط در میان خواندن شمار معدودی از منابع دست دوم و کوشش برای وارونه کردن مخروط نگرش تاریخی ما همین وارونه دیدن قضایاست. باری توجه داشته باشید که نتیجه گیری نویسنده در فصل دوم در جا زدن تولید در ایران بود، ولی در فصل بعد همین کتاب انگار دارد از سرزمین دیگری سخن میگوید. فقط شمال و شرق ایران نبود که تبدیل به مراکز رونق و آبادانی شده بودند، چون این وضعیتی در مناطق دیگری از ایران نیز به وجود آمده بود. کمی بعد از شکوفایی اقتصادی و صنعتی سخن میگوید که به پیشرفت در زمینه‌های علمی هم منتهی شد. همان ایرانی که گرفتار قهر آسمانی بود و به علاوه بخش عمده‌ای از آن هم سبک زندگی چادرنشینی داشت که به دلیل ماهیت ساده و ابتدایی خود نظام قبیلگی چندان نیازی به ساختارها و نهادهای پیچیده و پیشرفته اجتماعی نداشت و به علاوه نیازهای آن اندک محدود بود، به اراده نویسنده گرامی ما عملاً مرکز علم و فرهنگ و تجارت و اقتصاد شده بود.
حال آن اقتصاد و جامعه‌ای که در فصل دوم به آنگونه تصویر شده است، چگونه میتواند مرکز علم و فرهنگ و تجارت و اقتصاد بشود؟ این نکته روشن نیست و روشن نمی شود؟ ایشان دوست دارند همه خوانندگان کتاب ایشان خوشحال و راضی باشند. هم آنهایی که در طول تاریخ ما شلاق نوکری بیگانگان و اجانب را به عنوان بازوبند پهلوانی به رخ ما کشیدند و هم آنان که کپکوار سر در برف کرده و هر نقد و پرسشی را در این پوشش که ما در عهد پادشاه وزوزک چنین و چنان بودیم سرکوب کردند، امکان رشد و ریشه گرفتن ندارند. آنچه خمیرمایه این کتاب مغشوش را می سازد همین دست وارونه دیدنها و وارونه نویسی هاست. بگذارید نمونه دیگری بدهم. در اینجا ایشان ادعا می کنند که اگر در آن مقطع نیز همانند امروز جایزه نوبل وجود می داشت، بدون تردید ایرانیان و دقیق تر گفته باشیم دانشمندان پهنه اسلام که ایران نیز جزئی از آن بود، جوایز نوبل را در رشته‌های مختلف علوم درو می کردند. بنده هم امیدوارم که ادعای نویسنده درست باشد. ولی وقتی به بررسی نحوه پیدایش و خصوصیات عصر طلایی رونق علمی تمدن اسلامی می رسیم، متوجه می شویم آنچه بدنه علوم انسانی را تشکیل می داد، برگرفته از تمدن‌های دیگر بود. پس به این ترتیب، سرزمین‌های اسلامی و از جمله ایران نمی توانستند عملاً مرکز علم بوده باشند، چون به ادعای خود ایشان از تمدن‌های دیگر و طبیعتاً پیشرفته تر می آموختند. خود نویسنده می نویسد بخش عمده‌ای از معرفتی که حاصل شده بود ترجمه و تقلید منابع پیشینیان بود و به همین دلیل و به درستی می نویسد که در ترجمه و تقلید تفکر و کنکاش کمتر به وجود می آید. یعنی هرچه آدم صفحات بیشتری از کتاب را می خواند، عصر طلایی کم رنگ تر می شود و سرانجام کاملا رنگ می بازد. و اما اگر از شیوه استدلال نویسنده پیروی کنیم، حتی در شروع عصر طلایی هم که برخلاف ظاهر آنقدرها هم طلایی نبوده، مسائلی وجود داشت که ما را ما کرده بود و این مسائل نیز همچنان در خود ما بود، چون آنچه از بیرون می آمد علم بود و ترجمه و نتیجه هراسانگیزی که از این نگرش نویسنده می توان گرفت و یا باید گرفت، این که ما شرقیان انگار نژادی پستر بوده ایم که در همه طول و عرض تاریخ همیشه از دیگران عقب‌تر بوده ایم. در همین زمینه به روایت نویسنده دقت کنیم. علوم طبیعی درختی نبود که به صورت نهالی کاشته شده و به تدریج ریشه دوانیده و رشد کرده باشد، بلکه درختی بود که با ریشه از جای دیگر کنده شده و به بغداد آورده شده و در آنجا کاشته شده بود و به همین دلیل نیز این درخت به طبع از خود هویت و جهت هم نداشت. اگرچه پیشنهادم به نظر خنده‌دار می آید، ولی دارم متقاعد می شوم که نویسنده ی کتاب خودش را نیز دقیق نخوانده است. در رد نظر کسانی که خاموشی چراغ علم در ایران را در نتیجه عامل خارجی، برای نمونه حمله مغول‌ها می‌دانند، نویسنده با آوردن گفتاوردی از یک کتاب بدنوشته دیگر با قیافه حق به جانب می‌پرسد که آیا مسئله به همین سادگی بود؟ یعنی اگر خاموشی چراغ علم در ایران ناشی از هجوم مغولان، یعنی یک عامل خارجی بوده باشد، در آن صورت موضوع چندانی دیگر برای تحقیق نمی‌ماند. صورت مسئله را درست می‌داند، ولی با قاطعیت و حروف برجسته اعلام می‌کند این افول را آنان به وجود نیاوردند. و به یادمان باشد که نویسنده برای یافتن علل درونی افول کوشش می‌کند، اما کمی بعد می‌خوانیم که علی‌رغم فضای رکودی که در بغداد حاکم گردید، در ایران فعالیت‌های علمی ادامه یافت. خاندان‌های مختلفی که در ایران بودند کمتر سیاست بغدادی را طابق و نعل به نعل به اجرا گذاردند، تا اینکه سرانجام پس از هجوم قبایل آسیای مرکزی در قرن 11 در ایران نیز فضای بغداد یعنی رکود حاکم گردید. به سخن دیگر نویسنده که قرار بود برخلاف دیگران که معلول نگری کرده اند و همیشه از تاریخ فرار کرده اند، علتجویی و ریشه یابی کند.
با این همه ادعا و خودپسندی که صفحات این کتاب را پوشانده است، خاموشی چراغ علم در ایران را نیز همانند دیگران ناشی از یک عامل خارجی برآورد می‌کند و گناه بزرگترش به گمان من این است که ادعای ارائه نگرشی متفاوت از دیگران را هم دارد. و چون همین کتاب را هم حتی با دقت نخوانده است، پس به دفعات تکرار می کند که اسباب و علل عقب ماندگی ایران هر چه بود از داخل بود. اشکال کار نویسنده به نظر من در این است که نمی‌داند این داخل در همه موارد از خارج آمده است. در جای حمله مغولان است و در جای دیگر یورش دیگر قبایل آسیای مرکزی. این خارج اگر استعمار و امپریالیسم سرمایه سالاری غرب نباشد، بقیه انگار برای این نویسنده مهم نیست. گفتیم در جای مغولان و در جای دیگر دیگرانند که معرکه گردان تاریخ ما می شوند و این مای ایرانی هستیم که در این نوشته نیز به صورت مفعولان تاریخ قلمداد می شویم و این به گمان من زشترین پیامد ناشی از تحلیل در این کتاب است. و جالب است که با وجود ارائه تحلیلی از این دست، نویسنده در موارد مکرر این ادعای بیپایه خیش را تکرار می کند که ایشان با نوشتن این کتاب برای نخستین بار به جای معلول نگاری سعی کرده به علتیابی بپردازد و به قول ایشان به همین علت هم این چنین مورد خشم و غضب قرار گرفته است. چون این آرزویی برای نویسنده البته ایراد و اشکالی ندارد. و اما آدم این درد را با کدام زبان بگوید که برای یک نویسنده و محقق ایرانی که در سالهای پایانی قرن 20 کتاب می نویسد، پرسش اساسی این است که چگونه استعمارگران توانستند از هزاران کیلومتر آن طرفتر آمده و بر ما مسلط شوند، اما ما نرفتیم آنها را به استعمار درآوریم. تو گویی که ما در ایران بلا کشیده من دیگر هیچ مشکل و معضل دیگری نداریم. همین که فهمیدیم در 1000 سال پیش از دیگران عقب‌تر بوده ایم، دیگر خیالمان راحت می شود و همه دست به دست و بازو به بازوی هم می دهیم تا به قول نویسنده شاید به وضعی برسیم که مثلا حالا دیگر ما برویم و هلند و دانمارک و سوئد را به استعمار خودمان در بیاوریم. جهانبینی پنهان شده در ورای این نگرش به راستی هراس‌انگیز است. یا مستعمره می کنی و یا مستعمری می شوی. برای جوامع بشری راه سومی وجود ندارد. چون این نگرشی اگر نشانه طبیعی دانستن قدرت مداری و تبلیغ استعمار نیست، پس چیست؟ یعنی همین امروز نیز با در پی گرفتن این شیوه بررسی چگونه میتوان به امپریالیسم جهانخوار آمریکا یا دیگر قدرت‌های سلطه طلب گفت که باید دست از زورگویی و ظلم و ستم بر ملل ضعیف‌تر بردارند؟ آیا نویسنده با فضیلت این کتاب نخواهد گفت که میتوانند و میکنند؟ ما هم اگر میتوانستیم میکردیم یا باید میکردیم. و اما من برانم که جامعه بشری در پایان هزاره دوم و آغاز هزاره سوم میلادی با قوانین حاکم بر جهان حیوانات و بر جنگل بسی بیشتر از آنچه نویسنده محترم این کتاب تصور می کند فاصله گرفته است. سردبیر محترم، با سلام و تحیت، درج مقاله ریشه یابی یا ریشه تراشی، نقد کتاب ما چگونه ما شدیم، ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران، به قلم جناب آقای دکتر احمد سیف، در فصلنامه مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، سال دوم، شماره 5، بهار سال 1377، پیش از هر چیز اسباب شگفتی و تعجب مرا فراهم ساخت. مطالعه فصلنامه یکی از کارهای منظم من می باشد
و چه از بابت کیفیت مقالات آن و چه با آشنایی دور و نزدیکی که با برخی از دستاندرکاران محترم و فاضل مؤسسه دارم، همواره آن را تشکیلاتی علمی، وزین و پژوهشی یافتم که کمتر حاضر می شود به درج مطالبی غیر پژوهشی و احیانا جنجال برانگیز بپردازد. شگفتیم بیشتر از این بابت بود. حجم دشنامدهی در مقاله آقای دکتر سیف در حدی بود که من بعید به نظرم می رسید فصل نامه مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران آن را درج نماید. بنده به عنوان نمونه برخی از حتاکی‌های آقای دکتر سیف را نسبت به خودم و نه نسبت به مطالب کتاب برای جناب عالی می آورم. فقدان صداقت، یعنی بنده هیچ صداقتی در نوشتن ما چگونه ما شدیم نداشتم و اساساً به لحاظ شخصیتی انسان صادقی نیستم. صفحات 237، 243، 244 و 248. خدمتگزار حقیقت نیستم. روش شناسی علمی را اساساً نمی شناسم. مسئولیت گریز هستم. نمیدانم راجع به چه چیزی دارم می نویسم. کارم، یعنی کتاب ما چگونه ما شدیم، قلابی و بیفایده است. به کارل مارکس بد و بیراه گفتم. به هر کس و به همه کس در کتاب دشنام می دهم. هدفم از نوشتن کتاب پاشیدن خاک بر چشم حقیقت بوده است. با شیوه تحقیق بیگانه هستم، با تاریخ بیگانه هستم. ذهنم آشفته است، ذهنم مستبد است. در ناسزاگویی به تفکر چپ هیچ حد و مرزی نمی شناسم. حتی با مفاهیم ابتدایی تاریخ، اقتصاد و جامعه شناسی آشنا نیستم. خودم هم می دانم که راست نمی نویسم. خودم هم کتابی را که نوشتم نخواندم. پرمدعا و خودپسندم و غیره. شاید تصورش سخت باشد، ولی بنده سر سوزنی از مطالب آقای دکتر سیف ناراحت نشدم. در مقایسه با مطالب دیگری که دکتر سیف های دیگر ظرف این چند ساله نثارم کردند، مطالب ایشان چندان هم موهن نبود. دکتر سیف های دیگر ظرف این مدت پا را به مراتب فراتر گذارده و حقیر را جاسوس، مفسده، وابسته، البته ظاهراً به آمریکا و انگلستان و هر کجای دیگری که ما با آنها مخالفیم، از جمله و اخیراً طالبان، منحرف ساختن جوانان، گمراه نمودن دانشجویان، مزدور، خائن، سرسپرده و حقوق بگیر اعلام کردند. باز جای شکرش باقی است که دکتر سیف در فصل نامه تاریخ معاصر صرفاً به بیسوادی، دروغ پردازی، ندانستن تاریخ، اقتصاد، جامعه شناسی و روش علمی و بی‌صداقتی حقیر اکتفا کردند. بنده این سوال را از آقای دکتر سیف نمی کنم، زیرا پاسخ ایشان روشن است. اما مایلم از هیئت تحریریه فصلنامه تاریخ معاصر بپرسم که در کجای دنیا رسم بر این است که وقتی کتاب یا اثری را میخواهند نقد کنند، به جای پرداختن به مطالب کتاب، به روانکاوی و روانشناسی شخصیت نویسنده بپردازند. این که ذهنش مغشوش است، دروغ میگوید، صداقت ندارد، خودش هم کتابش را نخوانده، بیسواد است، مستبد است. گیریم که من همه اینها را هستم. چه ربطی به موضوع کتابم دارد؟ آیا در انگلستان که جناب آقای دکتر سیف می‌فرمایند 30 سال است در آن بلاد زندگی می‌کنند، کتب تاریخی و موضوعی را این گونه نقد می‌کنند؟ انگلستان که جای خود دارد. بعید به نظرم میرسد در هیچ کجای دیگر جهان بتوان این نوشته را به عنوان نقد عرضه داشت. یک فقره از بیشترین حملات آقای دکتر سیف به حقیر به واسطه مارکس و مارکسیسم است.
چندین بار نوشتند که به مارکس حطاکی کرده، به مارکسیست ها ناسزا گفتم. در ناسزاگویی به تفکر چپ هیچ حد و مرزی را نمی شناسم. ایراد دیگرشان در این فقره آن است که چرا در بررسی آرای مارکس به آثار ایشان رجوع نکردم. برخلاف آنچه ایشان ادعا کردند، بنده در هیچ کجای ما چگونه ما شدیم نه به مارکس، نه به مارکسیست ها و نه به هیچ گروه، دسته و جریان دیگری نه اساءه ادب کردم، نه توهین و نه ناسزا گفتم. در خصوص فقره دوم، اینکه چرا به آثار مستقیم مارکس رجوع نکردم، دلیلش کاملا روشن است. زیرا کتاب نه در خصوص اندیشه و آرای مارکس است، نه پیرامون مارکسیسم و نه فلسفه تاریخ از دیدگاه مارکس. بنده صرفاً به منظور معرفی و یک آشنایی مقدماتی برای خوانندگانی که با مارکسیسم بیگانه هستند چند صفحه‌ای را در کتاب تخصیص به این منظور دادم. این که این چند صفحه را بنده از کجا آوردم اصلاً مهم نیست. مهم آن است که آیا آن چند صفحه توانسته درک درست و جامعی از مارکسیسم به خواننده ارائه دهد یا نه؟ مگر بنده میخواستم فلسفه ماتریالیسم تاریخی مارکس را نقد کنم که میبایستی به آثار دست اول مارکس رجوع میکردم؟ هدف یک آشنایی بسیار کلی و مقدماتی با مارکسیسم بوده است و بس. خوب بود جناب دکتر سیف می نوشتن آن مقدمه یا آن چند صفحه کجایش ایراد دارد و مارکس اگر آن را می خواند نمی پذیرفت و می گفت نه اینها از آن من نیست. به علاوه در خصوص نویسندگانی که ایشان از آنان نام بردن نیز باز ضرورتی ندارد که برای آشنایی با دیدگاه‌های آنان حتماً با مارکسیسم و فلسفه مارکس آشنا باشیم. زیرا دکتر سیف بهتر می‌دانند که مقوله توسعه نیافتگی و عقب ماندگی مفاهیمی هستند که عمدتاً در دوران بعد از جنگ سرد مطرح شدند، یعنی قریب به 70 سال بعد از درگذشت مارکس. سرانجام این که اساساً چرا بایستی در ریشه یابی علل عقب ماندگی صرفاً در یک چارچوب مارکسیستی حرکت نمود. همه اینها به کنار، فرض بگیریم نویسنده‌ای یا بنده حقیر در جستجوی علل عقب ماندگی استدلال سست و بی‌منطقی ارائه دهیم. مثلا حقیر نظریه‌ای ارائه دهم مبتنی بر این که علت عقب ماندگی ایران به واسطه وجود منطقه کرمان است که در ازمنه گذشته مکران نام داشته است. اصرار هم داشته باشم که این یک نظریه بکر و دست اول است و برخلاف آرای دیگران که تاکنون میپنداشتند تهران علت عقب ماندگی ایران بوده است، مدعی شویم که کرمان این نقش را داشته است. اگر یک نظریه به لحاظ محتوا ناصحیح باشد، چه دخلی به روانشناسی نویسنده آن پیدا می کند؟ اگر همه مطالب ما چگونه ما شدیم عبث و ناصحیح باشد، چگونه با این فرض آقای دکتر سیف به این حکم میرسند که من انسانی نادرست و ناصادق هستم؟ میخواهم بگویم رد دیدگاه‌های یک نویسنده، هر قدرم که آن دیدگاه‌ها ضعیف و غیر علمی باشند، یک مسئله است و تخطئه شخصیت نویسندش مسئله دیگر. تا آنجایی که به نقد آقای دکتر سیف مربوط می شود، ایشان بیش از آنچه در پی نقد و بررسی مطالب ما چگونه ما شدیم باشد، در صدد آن هستند تا نشان دهند بنده چه میزان انسان بیریشه و نادرستی هستم. با توجه به اینکه بنده هیچ سابقه مراوده‌ای اعم از خصمانه یا دوستانه با جناب ایشان نداشتم و اگر وی را جایی ببینم حتی قادر نیستم ایشان را به جای آورم و ایزن ایشان هم سابقه برخورد شخصی با حقیر نداشتند، پس این همه بغض و کینه بر سر چیست؟ در پاسخ بایستی بگویم که در مجموع دو گروه بیشترین مخالفت‌ها را با ما چگونه ما شدیم نشان دادند.
مقصودم آن نیست که دیگران همه با مطالب کتاب موافقت داشتند، خیر. دیگران هم ایراداتی مطرح کردند، ضعف‌هایی بر کتاب وارد ساختند و اینجا و آنجا استدلال‌های کتاب را سوس دیدند، اما در عین حال نکات مثبت و ارزنده‌ای هم در کتاب یافتند. اما این دو گروه به جز تقبیح، تخریب، زشتی و سیاهی هیچ نکته دیگری در کتاب ندیدند. گروه اول شامل نویسندگان و جریاناتی می شود که نسبت به مارکسیسم تعلق خاطر دارند و روایت توسعه نیافتگی را حاضر نیستند خارج از چارچوب مارکسیستی ببینند. ما چگونه ما شدیم تبیین‌های مارکسیستی و نئومارکسیستی جدید را در ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران نارسا می‌بیند. این موضوع در حقیقت بزرگترین جرم کتاب است. گروه دوم شامل جریاناتی می شود که من آنان را راست فکری توصیف کردم. این دو جریان علیرغم تفاوت‌های بنیادیشان در خصوص یک مسئله اساسی با یکدیگر اشتراک نظر دارند که آن ضدیت با غرب است. ضدیت اصلی این دو گروه با ما چگونه ما شدیم از آنجا نشأت می‌گیرد که این کتاب به جای نشانه رفتن غرب در قالب استعمار با امپریالیسم به عنوان عامل تاریخی توسعه نیافتگی، اساس استدلالش آن است که برای یافتن علل عقب ماندگی ایران میبایستی مقدم بر هر چیز دیگر به داخل خود ایران بازگردیم. بهترین و مناسبترین راه برای نشان دادن تقارن موجود میان این دو جریان و ضدیت مشترکشان با این کتاب آن است که محتوا و لحن حملات راست فکری به ما چگونه ما شدیم را در کنار نقد آقای دکتر سیف قرار دهیم. علیرغم وجه اشتراک کلیشان در ضدیت با این کتاب، هر یک از این دو جریان در عین حال دلایل خاص خود را نیز دارند. یکی از دلایل ضدیت گروه چپ که در مقاله آقای دکتر سیف هم بخش قابل توجهی را به خود اختصاص داده است، مقوله فئودالیسم است. شاید تا به امروز صدها صفحه مطلب پیرامون حضور فئودالیسم یا عدم حضور فئودالیسم در ایران توسط مارکسیست های ایرانی به رشته تحریر در آمده باشد. عده‌ای معتقدند که در ایران نظام فئودالی کم و بیش به همان صورتی که مد نظر مارکس بوده وجود داشته است. عده‌ای دیگر معتقدند که نه، این گونه نبوده و بالاخره گروه سومی معتقدند که به هر حال در ایران نوعی نظام فئودالی وجود داشته است. همچون بحث جبر و اختیار در میان اهل کلام، بحث وجود یا نبود فئودالیسم هم در میان مارکسیست‌های ایرانی پایان ناپذیر بوده است. ما چگونه ما شدیم معتقد است که فرماسیون فئودالیسم آنگونه که در اروپا پدید آمد و مورد احتجاج مارکس قرار گرفت هرگز در ایران وجود نداشته است. این نظر جدای از آن که برای بسیاری از مارکسیست ها قابل قبول نیست، مشکل جدی تر که ایجاد می کند آن است که بخشی از تجزیه و تحلیل مارکسیست ها را در خصوص ایران با مشکل مواجه می سازد. من وارد جزئیات استدلال های کتاب پیرامون این ادعا نمی شوم. در آنجا تلاش کردم که به زبانی ساده شاکله یا اسکلت اصلی یک نظام فئودالی را برای خواننده ترسیم نمایم. سپس با مقایسه آن نظام با آنچه در ایران قرون وسطی وجود داشت به این نتیجه گیری رسیدم که فرماسیون اجتماعی را که در ایران وجود داشت هرچه بنامیم نمیتوان آن را فئودالیسم به آن معنا که مراد مارکس بود نامید. دکتر سیف در رد این نظر سعی کردند تا اولا نشانش دهند که من چقدر بی سواد، بی اطلاع و ناصادق هستم. ثانیاً با ارائه توضیحاتی پیرامون آب، زمین و اینکه اساس تولید در ایران کشاورزی بوده میخواهند ثابت کنند که در ایران نیز همچون اروپا فئودالیسم وجود داشته است.
من در پاسخ ایشان و مابقی کسانی که این چنین از این ادعای کتاب برآشفتند بایستی بگویم که بحث بر سر جزئیات و لفاظی با کلمات و عبارت نیست. طبیعی است که نظام تولیدی ایران بر مبنای کشاورزی بوده است. به طبع یک عده بی زمین بودند به نام رعیت و عده‌ای هم صاحب زمین و مالک. بحث بر سر اینها نیست. وجود آب، زمین، رعیت، مالک و تولیدات کشاورزی نیست که نظام تولیدی و فرماسیون اجتماعی ایران را در عصر سلجوقیان، صفویه یا قاجارها به صفت فئودالیسم منصف می سازد، بلکه همانطور که در ما چگونه ما شدیم تشریح شده، مناسبات اجتماعی و روابط تولیدی است که سبب می شود ما یک نظام را فئودالی بنامیم. از جمله مهمترین مسائل در مناسبات اجتماعی عبارتند از نقش حکومت، ساختار سیاسی قدرت، حاکمیت قانون، وجود اتحادیه‌های مستقل از حکومت، محترم شمرده شدن اصل مالکیت و بالاخره به رسمیت شناخته شدن یک مجموعه‌ای از عهد و میثاق‌های اجتماعی. در این حوزه‌ها ایران هیچ شباهتی به اروپای فئودالیسم نداشت. از جمله در خصوص قدرت، حکومت و ساختار سیاسی تفاوت میان ایران و اروپا بنیادی بود. در اروپا حکومت تنها یک پایه قدرت بود و دو پایه دیگر عبارت بودند از اشراف یا همان فئودالها و کلیسا. در ایران اول، وسط و آخر قدرت از آن حکومت بود و بس. در اروپا جورج سوم، پیت چهارم، فردیناند دوم، ویلیام هشتم، الیزابت پنجم این حق را نداشتند که به قلمرو اشراف تجاوز کرده، زمین‌های یک مالک یا فئودال را مصادره کرده، تصرفی در اموالش نموده یا رعیتش را بگیرند. حرم یک فئودال مشخص، حاکمیت وی در آنجا معین و تملک وی بر زمین‌ها، رعیت و اموالش مورد تضمین بود. ما کم نداریم خاندان اشرافی در اروپا را که قدمت تاریخشان به چند صد سال میرسد، اما در ایران در کدام مقطع تاریخی و در کدام عصر ما چیزی شبیه به آنچه در اروپا بود داشتیم؟ حریم، مالکیت، امنیت، حق و حقوق اجتماعی در ایران مفاهیم بی معنایی بیش نبودند، ملعبه دست حکام و سلاطین. تنها چیزی که معنا و رسمیت داشت و حق و حقوق بی چون و چرا بود، اراده حکومت و منویات پادشاه، سلطان یا امیر بود. به اشاره حکومت مالکی از هستی و تملکش ساقط می شد و منطقه یک شبه حاکم و فرمانروای جدید پیدا می کرد. نیازی نیست که بازگردیم ببینیم در زمان گورکانیان، شاه عباس کبیر، رضا شاه یا 1000 سال پیش وسعت قدرتی که در دست حکومت یا همان پادشاه قرار داشته چه میزان بوده است. مالکیت چه میزان مورد احترام بوده. گروه‌ها و دستجات مستقل از حکومت چقدر حق حیات داشتند. قانون چقدر نفوذ و معنا و مفهوم داشته و حق و حقوق شهروندان چگونه بوده است. کافی است ایران قرن 19 یا 20 را با اروپای هم عصر آن مقایسه نماییم. همه ی حرف ما چگونه ما شدیم هم همین است. این که تفاوتی که امروز به لحاظ اجتماعی میان ایران، سوئیس یا انگلستان امروز وجود دارد 500 سال پیش هم وجود داشته است. اینکه حالا تعریف فئودالیسم چیست، مراد مارکس چه بوده، ویتفوگل چه گفته و اینکه آیا بنده سواد دارم یا ندارم، مسائلی هستند که ما چگونه ما شدیم به دنبال آن است که چرا حق و حقوق مدنی و اجتماعی انسانها از جمله حق مالکیت آنان در طول تاریخ در ایران این چنین توسط حکومت‌ها پایمال می شده و پشیزی ارزش نداشته است.
مشکل دیگری که ما چگونه ما شدیم برای مارکسیست ها به وجود آورده و از مسئله فئودالیسم به مراتب جدی تر است، رد تز استعمار عامل عقب ماندگی و توسعه نیافتگی ایران است. ما چگونه ما شدیم به هیچ روی منکر نقش یا کارکرد منفی استعمار از قرن 19 به این سو در ایران نبوده است. منتها دعوایش با دکتر سیف و دیگر طرفداران تز استعمار عامل عقب ماندگی آن است که معتقد است اولا صریح و ناصریح به پای استعمار نوشته شده و بسیاری از تحولات و مسائل که ریشه آن در مشکلات و مسائل داخلی و عملکرد مسئولین و حکومت است به پای استعمار نوشته شده است. به عبارت دیگر در خصوص نقش استعمار بسیار اغراق شده و از آن به عنوان وسیله، ابزار یا بهانه استفاده شده است، یا درست‌تر گفته باشیم سوء استفاده شده است برای رفع و رجوع کردن و پوشاندن ضعف‌ها، بیدانشی‌ها و سوء سیاست‌های خودمان. ایراد دیگر ما چگونه ما شدیم به تز استعمار عامل عقب ماندگی آن است که قبل از آن که استعمار وارد سرزمین ما شود، ما اساساً کشوری عقب مانده بودیم. عقب ماندگی را استعمار نیاورد. استعمار علت عقب ماندگی در ایران نبود، بلکه معلول آن بود. یعنی اگر ما ضعیف و عقب مانده نمی بودیم، استعمار هم نمی توانست به کشورمان راه یابد. استعمار همواره سر از کشورها و سرزمینهای ضعیف و عقب مانده به در آورده است. بنابراین از نظر ما چگونه ما شدیم، تمرکز بحث عقب ماندگی بر روی پدیده استعمار سبب می شود که اولا ما هرگز نتوانیم مشکلات و ضعف‌های خودمان را درک کنیم، چون همواره کاسه و کوزه ها بر سر استعمار شکسته می شود. ثانیاً این که ما را وامی دارد به جای پرداختن به علت به سراغ معلول برویم، آنطور که تا به حال کرده ایم. مشکل سوم مارکسیست ها با ما چگونه ما شدیم به واسطه مسئله غرب ستیزی در این کتاب است. ما چگونه ما شدیم غرب ستیزی چپ را در ایران بیش از آنچه معلول تفکر فلسفی و تاریخی بداند، معلول یک نوع برخورد سیاسی، مجادله و عوام زدگی میپندارد. بنابراین نه تنها ارزشی برای این پدیده قائل نیست، بلکه معتقد است عینک تیره غرب ستیزی کور باعث شده تا ما نتوانیم بسیاری از حقایق و واقعیات جهان را آنگونه که هستند درک کنیم و به جای واقعیت جهانی در ذهن خود ساخته و پرداخته کرده ایم که معلوم نیست چه میزان واقعی است. کتاب معتقد است زمان آن فرا رسیده که ما این عینک تیره را برداریم و به جای غرب ستیزی به غرب شناسی بپردازیم. گروه دومی که از در مخالفت جدی با ما چگونه ما شدیم در آمدند، جریاناتی هستند که من به آنها راست فکری لقب دادم. ماهیت اجتماعی این جریان بسیار متفاوت از جریان اول است، اما علل مخالفتشان با ما چگونه ما شدیم با گروه اول چندان متفاوت نیست. این گروه بیشتر شامل جریانات تندرو اسلامی می شود. علیرغم تفاوت‌ها و تناقضات بنیادی که میان جهانبینی مارکسیسم با راست فکری اسلامی وجود دارد، در یک نقطه و پیرامون یک موضوع اشتراک نظر جالبی میان این دو وجود دارد و آن هم در نگرششان نسبت به غرب است. راست فکری نیز ضدیت شدیدی با غرب از خود نشان می‌دهد. بخش عمده‌ای از کیفرخواست راست فکری علیه غرب همان حرفا و تحلیل‌های مارکسیست هاست.
این که غرب باعث عقب ماندگی ما شده، این که غرب با سلطه استعمار یا از طریق استعمار جهان سوم را به استثمار درآورده، این که غرب مخالف پیشرفت و ترقی واقعی کشورهای در حال توسعه است، این که غرب از طریق شرکت‌های چند ملیتی، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و اهرم‌های دیگر جهان سوم و کشورهای در حال توسعه را استثمار و چپاول می نماید و قس علی هذا. اما افزون بر اینها، راست فکری انگیزه های مخصوص به خودش را نیز علیه غرب دارد. این که غرب بیدین است. غرب به دین اهمیتی نمی دهد. در غرب سکولاریزم حاکم است. غرب دشمن اسلام و مسلمین است به دلیل پایبندی مسلمانان به دین. غرب می‌خواهد فرهنگ، سبک زندگی و باورهای اجتماعی خود را به جهان اسلام تحمیل کند و در یک کلام غرب قصد نابودی جهان اسلام را دارد. از سوی دیگر راست فکری معتقد است که کنار گذاردن دین از عرصه امور اجتماعی و تقلیل آن به امری فردی و خصوصی سرانجام به تباهی و ضلالت جامعه ختم می شود. بنابراین نظام غربی محکوم به شکست و فناست. اگر مشکل مارکسیسم با غرب به واسطه ماهیت نظام سرمایه‌داری می باشد، مشکل راست فکری با غرب از این فراتر رفته و وارد مسائل فرهنگی و اجتماعی هم می شود. جایی که هر دو اشتراک دارند، نقش غرب در عقب نگه داشتن کشورهای جهان سوم از جمله ایران است. واضح است که اگر نویسنده‌ای این باور جا افتاده را که غرب یا استعمار نقش اصلی را در عقب ماندگی تاریخی ما داشتند به زیر سوال ببرد، هر دو جریان مارکسیستی و راست فکری اسلامی علی رغم تفاوت‌هایشان در قبال چنین اندیشه‌ای به شدت واکنش نشان می‌دهند. هر اندیشه‌ای که بخواهد خدشه‌ای به این مستمسک و نظریه وارد سازد، بدون تردید با واکنش تند هر دو جریان مواجه می‌شود. در عمل نیز این گونه شد و تندترین برخوردها و حادترین حملات به ما چگونه ما شدیم از سوی راست فکری و نشریات وابسته به آن صورت گرفت. مشروع این حملات و انتقادات در ضمایم ما چگونه ما شدیم به طور کامل درج شده است. مهمترین اتهامی هم که در این راستا هر دو جریان به ما چگونه ما شدیم وارد ساختند، اتهامی که آقای دکتر سیف هم به کتاب وارد کردند، آن است که با نفی غرب و استعمار به عنوان عامل اصلی عقب ماندگی ایران و در عوض ریشه یابی مسئله در تار و پود شرایط اقلیمی، تحولات تاریخی، سیاسی و اجتماعی ایران، حقیر به استعمار غسل تعمید داده و اسباب تبرئه آن را از گناه تاریخی عقب نگه داشتن ما فراهم کردم. به علاوه با خودداری از حمله به غرب، به عملکرد شوم غرب در قالب استعمار، استثمار و غارت منابع و ثروت کشورهای دیگر یک نوع مشروعیت طبیعی داده و بدتر از آن برای فلسفه استعمار یک نوع حق قائل شدم. به این معنا که چون غربی ها قوی بودند، این حق را داشتند که بروند دیگران را به استعمار خود درآورند. ما چون ضعیف بودیم نتوانستیم این عمل را انجام دهیم و اگر قدرت می داشتیم ما هم می توانستیم و می بایستی دیگران را مستعمره خود می کردیم. دکتر سیف در وارد ساختن این اتهام به کتاب این گونه می نویسد: آدم این درد را با کدام زبان بگوید که برای یک نویسنده و محقق ایرانی که در سالهای پایانی قرن 20 کتاب می نویسد، پرسش اساسی این است که چگونه استعمارگران توانستند از هزاران کیلومتر آن طرفتر آمده و بر ما مسلط شوند، اما ما نرفتیم آنها را به استعمار درآوریم. تو گویی که ما در ایران بلا کشیده من دیگر هیچ مشکل و معضل دیگری نداریم.
همین که فهمیدیم در 1000 سال پیش از دیگران عقب‌تر بوده ایم، دیگر خیالمان راحت می شود و همه دست به دست و بازو به بازوی هم می دهیم تا به قول نویسنده شاید به وضعی برسیم که مثلا حالا دیگر ما برویم و هلند و دانمارک و سوئد را به استعمار خودمان در بیاوریم. جهانبینی پنهان شده در ورای این نگرش به راستی هراس‌انگیز است. یا مستعمره می کنی و یا مستعمری می شوی. برای جوامع بشری راه سومی وجود ندارد. چون این نگرشی اگر نشانه طبیعی دانستن قدرت مداری و تبلیغ استعمار نیست، پس چیست؟ یعنی همین امروز نیز با در پی گرفتن این شیوه بررسی چگونه میتوان به امپریالیسم جهانخوار آمریکا یا دیگر قدرت‌های سلطه طلب گفت که باید دست از زورگویی و ظلم و ستم بر ملل ضعیفتر بردارند. مشابه همین مطالب را که بند حق و حقوق برای غربی ها و استعمارگران در غارت و چپاولشان قایل شدم، راست فکری نیز بر ما چگونه ما شدیم وارد ساخته است. در نقد یا مقاله معروف غسل تعمید استعمار که راست فکری در مخالفت با ما چگونه ما شدیم به رشته تحریر درآورده می نویسند: حق و حقوقی را که ایشان یعنی حقیر برای غربی ها قایل شدند، گمان نمی رود که آنان خود قایل شوند. آقای دکتر زیباکلام، این چه حقی است که یک تمدن یا یک قدرت یا یک کشور را از نظر شما محق می سازد تا برای تأمین منافع خود به سراغ استثمار و استعمار دیگران برود؟ تشبث به مفاهیم گنگ و بی‌اعتباری همچون به رسمیت شناختن حق و نیاز طبیعی برای استعمارگران تنها استدلال آقای دکتر زیباکلام در تلاششان در جهت تبرئه استعمار نیست. آیا به راستی ما چگونه ما شدیم مبلغ و مدافع استعمار است؟ بنده برای نشان دادن آن که ریشه عقب ماندگی من درون جامعه خودمان بوده و متهم ساختن این و آن دردی را دوا نکرده و ما چاره‌ای نداریم الا این که برای رفع عقب ماندگی و چاره توسعه نیافتگی من به خودمان بازگردیم، این سؤال را مطرح ساختم که چگونه استعمارگران توانستند از هزاران کیلومتر آن طرفتر آمده و بر ما مسلط شوند، اما ما نرفتیم آنها را به استعمار درآوریم. چرا انگلیس، روس، پروس ما را به استعمار درآوردند، اما ایران نرفت هلند، دانمارک و سوئد را به استعمار خود درآورد؟ پاسخم آن است که ما ضعیف، عقب مانده، توسعه نیافته و بیخبر بودیم، اما آنها توانسته بودند به آن درجه از قدرت برسند که بر کشتی سوار شده و پس از پیمودن هزاران کیلومتر به اینجا رسیده و بر ما مسلط شوند. کجای این استدلال میگوید که استعمار پدیده مقبول و درستی است و هر که میتواند بایستی دیگری را به استعمار خود درآورد؟ جالب است که بلافاصله پس از پایان جمله بنده نوشتم بحث آن نیست که آیا استعمار دیگران به لحاظ اخلاقی درست است یا نه، صد البته که به لحاظ دینی، اخلاقی و انسانی عملی است مذموم و ناپسند. بحث آن است که ما آنقدر در بیخبری به سر می بردیم که حتی از روی نقشه هم نمی توانستیم نشان دهیم انگلستان در کجای دنیا قرار دارد، چه رسد به این که خواسته باشیم آنجا را به استعمار خود نیز درآوریم. علی رغم همه اینها آقای دکتر سیف نوشتند که بنده از قانون جنگل جانبداری کرده و معتقدم که یا بایستی استعمار کرد یا استعمار شد. بنده قضاوت در این خصوص را میگذارم بر عهده شنوندگان. مشکل راست فکری و آقای دکتر سیف آن است که ما آنقدر سره و ناسره را به هم بافته
و عادت کرده ایم همه مشکلات و نابسامانی های جامعه مان را به پای استعمار بریزیم که برایمان بجز حمله به غرب چیز دیگری متصور نبوده است. ما خو گرفته ایم به این که تا سخن از توسعه نیافتگی و عقب ماندگی می شود یک راست به سراغ غرب برویم، آنچنان که اگر نویسنده‌ای پیدا شد و این سخن خطرناک و این لفظ ناشایست، این سؤال مشکوک و این نغمه مظنون را ساز کرد که پس خودمان چی؟ آیا ما خودمان هیچ نقش و مسئولیتی در قبال ما شدنمان نداریم؟ بلافاصله آقای دکتر سیف و دکتر سیف ها تیغ از نیام برکشیده و بانگ برمی آورند که دارد از غرب، استعمار و آمریکا دفاع می شود. استدلال کتاب و جملات آن سلیس‌تر و ساده تر از آن هستند که استادی همچون دکتر سیف در فهم آن دچار سوء برداشت شود. بنابراین اگر کتاب متهم به جانبداری از استعمار و غربیان می شود، مشکل در جای دیگری است. در آنجاست که ما چگونه ما شدیم نه تنها از فرهنگ قوقا سالارانه و عوام زده غرب ستیزی کور حاکم بر گفتمان سیاسی و اجتماعی رایج جامعه پیروی ننموده و سنت شکنی کرده، بلکه حتی یک گام هم فراتر رفته و پرسیده که ما تا به کی می‌خواهیم با متهم ساختن دیگران از رویارویی با ضعف‌ها، کمبودها، مشکلات و مصایب جامعه من فرار کنیم. صادق زیبا کلام.